در محله قاری رحمت قربانوف با تشبث شورای زنهای محله بخشیده به روز مادران و فرارسی فصل بهار چاره‌بینی عیدانه برپا گردید. در چاره‌بینی مذکور زنهای فعال محله قاری رحمت قربانوف اشتراک داشتند. و اینجا ما مادران، عروسان، نبیرگان را دعوت کرده درباره اویله‌داری و به مناسبت عید مادر در وصف آنها شعر و سرودها خوانده امروز یک خوشحالی میگذرانیم که این برای آنها خاطرمان باشد و به قدر و معضلت مادر و حرمت آن کس رسیدن را در جوانان پروریده باشیم. چاره‌بینی از یک چند قسمت ها عبارت بود. در قسمت اول کودکان در وصف مادر شعرخوانی نمودند. سپس زنهای محله صحنه‌چه را از موضوع کلین و خوشدامن نمایش دادند. در چاره‌بینی همچنین مونولوگ نیز از جانب زنان قرائت گردید. موضوع آن مادر بود که از شنیدن آن اشتراکداران اشک ریختند. مادر جان، در یاد دارید هر سال بهار می آمد و شما را به تماشای دشت و دمن می بردم. باره وی هم هزلانه بود، گفته بودید سباعت دخترم در همان کتابت چی ها می نویسی؟ مرا هم نویسی چی؟ او من کجای شما را کتاب می کنم و جان گفته بودم نرنجید مادر جان، من هزل کرده بودم. قسمت های دیگری چاره‌بینی با سرودخوانی و رقص در اجرای کودکان خوش و خاطرمان گذشت. سابق رئیس شورای زنهای محله قاری رحمت قربانوف برداشت خود را از چاره‌بینی چنین شرح داد: برای در آینده تربیت نمودن فرزندان، تربیت نمودن کودکان ما می‌دانیم که این کارهایی که ما از طرف کمیته محله گذرانده استادیم این یکی از برای فرزندان بسیار هم موفقیت های کلان می باشد. آنها می توانند آینده انه های گذشتگان را با رواج و رونق دهند و همین کارهای کرده ایستاده ما برای خوشبختی زنها، خوشبختی همین کودکان گذرانده می شود. بخشیده به روز بانوان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند چنین چاره‌بینی ها را در محله ها دایر گردانده ایستاده است. جایز به قید است که مقام زن در جامعه بسا نظررس است و برگزاری این گونه چاره‌بینی ها نشانی از بزرگداشت زن مادر در جامعه معاصر می باشد. گزارشی سومن حامید و محمد صابر ناروف برای برنامه اطلاعاتی خبر.